سلام دوستان، امروز میخوام بهتون پر کردن فرم در زبان آلمانی رو توضیح بدم. این فرم یه فرم خیلی ساده هستش که شما بایستی بلد باشید تا بتونید مشخصات خودتون رو پر کنید. گزینه اول یعنی eins der Name یعنی اسمتون. گزینه دوم یعنی zwei der Vorname هستش یعنی اسم کوچکتون. گزینه سوم یا همون دقای در سیویشن نامه یا میتل نامه که اسم وسطتون هستش. گزینه 4 یا همون فیا در فامیلین نامه که نام خانوادگی شما هستش. گزینه 5 یا همون فونف دی آدرسه که نوشتن آدرستون اینجا لازم هستش. گزینه 6 یا همون زیکس دی وونونگسنوما یعنی شماره آپارتمانتون چنده، پلاک آپارتمانتون چنده. گزینه 7 یا همون زیبن میشه دی اشتات یعنی شهری که در اون زندگی میکنید. دوستای عزیزم، اگه تا اینجای مطلب براتون مفید بوده لطفاً منو با یه لایک و یه سابسکرایب پر انرژی کنید. تشکر دوستان. گزینه 8 یا همون 8 در اشتات هستش یعنی ایالتی که در اون زندگی میکنید. تلفظش مثل همون شهر هستش. گزینه 9 یا همون 9 میشه دی پست لایت سال یعنی کد پستی. گزینه 10 یا همون سن در فوروال یعنی پیش شماره تلفن شهری که درش زندگی میکنید. گزینه 11 یا همون 11 دی تلفن نوما یعنی شماره تلفنتون. گزینه 12 یا همون 12 فست نتس تلفن یعنی شماره تلفن ثابت. گزینه 13 یا همون 13 das هندی یعنی تلفن همراه. گزینه 14 یا همون 14 در Geburtsdatum یعنی تاریخ تولد. گزینه 15 یا همون 15 das Geburtsort محل تولد. گزینه 16 یا همون 16 Geschlecht یعنی جنسیت. گزینه 17 یا همون 17 männlich یعنی مردانه. گزینه 18 یا همون 18 weiblich یعنی زنانه. گزینه 19 یا همون 19 sozial versicherungsnummer یعنی شماره بیمه تامین اجتماعی. گزینه 20 یا همون 20 unterschrift یعنی امضا. دوستای عزیزم، خیلی خوشحالم که یه روز دیگه در خدمتتون بودم. به انتهای ویدیو رسیدیم. لطفاً با لایک و کامنت از کانال ما حمایت کنین. ممنونم.